یه هزینه زیاد اسفنج آرایشی از روی شونتون برداشت نمیشه. اسفنجای آرایشی هم قیمتشون خیلی پایین نیست دیگه. خب پخشش میکنیم. میخوایم با هم دیگه یه سری ترفندهای تیک تاکی که خیلی وایرال شده و خیلی جاها دیدینشون رو با هم دیگه تست کنیم، ببینیم کدومشون جواب میده کدومشون جواب نمیده. پس بزن بریم. پس برو بریم. پس برو بریم. پس برو بریم. پس برو بریم. اولیش میگه که یه دونه چسب بردار، بعد بذارم موامو بدم پشت گوشم. میگه که یه دونه چسب بردار، زش میشه موامو میدم پشت گوشم. برنامه کنکله. میگه یه دونه چسب بردار، بعد این شکلی بزن. خیلی زیاد شد. این شکلی اینور فیکسش کن، اینجوری اینورم فیکسش کن. خب چه درد سرایی، نگاه کن. بعد دوباره یه تیکه دیگه چسب میبری، این شکلی میذاری اینجا. البته که چسب رو تابت بزنم ولی اشکال نداره. بعد میگه از سایت بردار، از این سایه تیرت، خب بذار اینجا. اوکی پرش کنم، این قرار بشه خط چشم مثلا. حالا میگه چسبا رو بکن. اوکی. اوه آقا جواب داد. من همش فکر کردم مسخره بازیه. جواب داد. ترفند بعدی میاد چی میگه؟ میگه که یه دونه چسب بزن اینجا، یه دونه همون بعد بزن یاورش رو اثبات کن. دونه بالا. اوکی. خب یه دونه هم اینجا بزن، بعدی هم اینجا بزن. خب حالا گفته سایه ابرو بردار. من از قهوه‌ای همین سایه هم استفاده میکنم. ببینیم چه شکلی میشه. حس میکنم خیلی داستان بعدی شد. من اصلا ابرو خطی نه دوست دارم نه اینکه بهم میاد. بسا ولی باحال شدم. نگاه کن. بد نشد نه. ولی کسایی که ابرو خطی خوششون میاد براشون خوبه. بعدی استفاده از بادکنک. پیشرفت اصلا ساعت یکی شب گفته برای من بادکنک پیدا کرده. میگه که بادکنک رو باد کن، به جای بیوتی بلندر ازش استفاده کن. بریم ببینیم چطوره. خدایش جون ندارم. ناموسن نمیتونم. خب میدیم ساسان باد کنم. میگه که کرمتو بریز روی بادکنک، بعد بزن به پوستت. جواب که بده یه هزینه زیاد اسفنج آرایشی از روی شونتون برداشت نمیشه. اسفنجای آرایشی هم قیمتشون خیلی پایین نیست دیگه. خب پخشش کنیم. پسر این چیه؟ حالا واسهش کانسیلر هم میزنیم. این جا نمیشه گوشه که. خب جا نمیشه. بچه ها جدن دیگه بیشتر از این بله نمیشه. خب این شد. پسر
بادکنکه که کلا تعطیل شد. افتضاح افتضاح افتضاح. خط چشم بد نبود دیگه، اگه کسی یه دونه خط نمیتونه بکشه به دردش میخوره. ابرو هم کسی که ابرو کادری میکشه و میخواد خیلی قرینه در بیاد میتونه با چسب قرینه درش بیاره، ولی بازم من خودم دوستش نداشتم. این بود اولین سری از ویدیوهای تیک تاکی ما. اگه دوستش داشتین توی کامنت ها واسم بنویسین که سریای بعدش هم با هم دیگه انجام بدیم، و اینکه راجع به این میکاپ هم نظرتون رو بنویسید. مگس کجا بود نمیدونم ولی خب نظرتون رو حتما بنویسید. مرسی که تا آخر این ویدیو هم با من بودی.